دادگاه ولایت ختلان یک ساکن ناحیه یاوان را که اسمش نه در رویخط افراد شبهناک و نه در رویخط افراد تحت جستجو بود برای شرکت در جنگ‌های سوریه 15 سال زندان کرد. پس از 2 ماهی بازگشت از سوریه 17 اپریل سال 2017 کارمندان شعبه کارهای داخلی وخش تصادفاً او را بازداشت کردند. در حکم دادگاه ولایت ختلان که روز 26 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود آمانقل ارنظرов ساکن 25 ساله ناحیه یاوان آخر ماه فوریه سال 2017 از ترکیه به تاجیکستان برگشت. او سال 2015 برای کار به روسیه رفت و اولی سال 2016 به پیوندانش گفت که برای کار به ترکیه می رود. پیوندانش می گویند به شرکت آمانقل در جنگ های سوریه باور ندارند. ولی مقامات میگوید عضویت او در گروه البخاری یک شاخه دیش و شرکت در جنگ علیه حکومت سوریه 100% تصدیق شده است. آمانقل در دادگاه گفته است که با تشویق برادرش فضل‌الدین که حالا در جستجو قرار دارد به ترکیه و از آنجا به سوریه رفت. در سوریه عضو گروه البخاری بود که اکثرا ازبک تباران دیش را متحد میکرد و به شهادت آمانقل 350 عضو داشته است. او در دادگاه گفته است در این گروه 6 تن از ازبک تباران تاجیکستان شامل بوده، باقی همه شهروندان ازبکستان بودند. بر پایه شهادت در دادگاه آمانقل 8 ماه از سوی دیش مقابل نیروهای حکومت سوریه در حلب جنگیده است. توان مالی دیش الکی ناکافی بود. از این را آمانقل گفته است با او و همراهانش حدود $30 ماهانه پرداخت میکردند. ماهی انور در یک جنگ در کنار حلب گروه البخاری شکست میخورد و 3 همراه آمانقل کشته و 6 تن زخمی می شود. صلاح الدین رهبر گروه که به گفته آمانقل شهروند ازبکستان بود با آنها فرمان عقب نشینی را می دهد. این شکست را آمانقل دلیل پشیمانی و فرارش از سوریه عنوان کرده است. سلاح تمغه کلاشنیکوف 59 را هوا می دهد و با تراشیدن ریشت و گنگ وانمود کردن خود با فراریان سوریه همراه شده تا ترکیه می رسد. عزیز مراد سعیدов وکیل دفاع آمانقل روز 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایه‌اش گناه دارد ولی پشیمانی او را باید دادگاه به نظر می گرفت. او گفت آمانقل همچون نفری پشیمان شده به وطن برگشته است. از این رو بر اساس ازای ماده 401 کودکس جنایتی یعنی زرخریدی که افراد پشیمان شده را عفو میکند باید او آزاد و یا حداقل جزایش کمتر میشد. اما دادرس پرونده گفته است این گونه افراد در حال مورد عفو قرار میگیرند که خود را به مقامات تسلیم کنند.